بینندگان عزیز، اینک ما توسط برنامه مناسبت تلویزیونی سرخ باز در رو بروی شما قرار داریم و ما خواستیم در این برنامه عاید مسئله های امکانات های فراهم آورده به جوانان ناحیه سرخ و ساختار تعلیم با مسئولان ساحه هم صحبت شویم و به همین خاطر به استودیو تلویزیونی سرخ امروز معاون حاکم ناحیه سرخ دایر به مسئله های جوانان بابا صادق لطیف و مدیر شعبه تعلیم خلق ناحیه سرخ امرجان تیمیرف را دعوت نمودیم. به استودیو تلویزیونی سرخ خوش آمدید و من سرور رو میارم به مدیر شعبه تعلیم خلق و سوال اولین من به شما همین است که این سال تیاره و سال خانیش چخیل است و تامین کتاب های درسی در همین خصوص سرول استاده میگذاشتید؟ در اساسی دستوری وزارت تعلیم خلقی ریسپوبلیک ازبکستان امسال در همین مکتب‌ها از روی 6 رویه تیاری به سال خوانش رفته شده است. یکی از همین رویه‌ها تامین نمودن خوانندگان با کتاب‌های درسی میباشد که در این سال خوانش برای خوانندگان صنف‌های 4 و 5 پر کتاب‌ها نو از نشر شده به دسترسی خوانندگان میشد. برای خوانندگان صنف‌های 2، 3 و 8 کتاب‌های زبان خارجی و دفتر مشق. برای خوانندگان صنف‌های 5 و 11 فن نو تربیه یعنی کتاب نو تربیه. برای صنف‌های 5، 8 و 9 کتاب اینفرماتیکا و برای صنف‌های 10 و 11 کتاب زبان دولتی یعنی زبان ازبکی از نو نشر شده به همین مکتب‌ها تا سال خوانش دسترس می‌گردند. البته طوری که خبر دارید دیروز در ویدیو سلکت رهبر دولت درباره ساختار تعلیم علاهده ایستاده گذاشته قید نمودند که پدر و مادران فرزندان خود را به رپتیتور میدهند و در دوام 2 ماه 3 ماه آنها تیار شده به مکتب عالی در آمده ایستادند، اما دولت همین قدر مبلغ صرف کرده ایستاده است و 11 سال خواننده مکتب در مکتب خونده به مکتب‌های عالی داخل شدن نمیتواند. در همین خصوص نیست. البته این طلب زمان، طلب دور و وظیفه‌ای که از طرف پرزیدنتمون نزد مؤسسه‌های تعلیمی تمام ریسپوبلیک ازبکستان گذاشته شد. از اون در مکتب‌های ناحیه سرخ نیز از روی نتیجه داخل شدن به مکتب‌های عالی و انتخاب کسب در بین ختم کنندگان بهای ایجابی داده شده. مبلغ نیز از روی همین نشان دهنده ها به مکتب‌ها تامین شدنش این یک درباره خود و در مکتب‌ها با کسب انتخاب کنی و خوانندگان را عاید به حیات تیار نمودن اعتبار خاص دادن میباشد. رحمت، صفت کتاب ها را کی نظارت میکند؟ چون که این سوال بیشتر از طرف اهالی میافتد به ما نیست. در حقیقت درست گفتید، کتاب های درسی و از طرف وزارت تعلیم خلقی ریسپوبلیک ازبکستان کمیسی قبول کتاب های درسی و توصیه متدی قبول کرده شده است. در این اساس در صدارت تعلیم خلقی ولایت، شعبه تعلیم خلقی ناحیه و همه مکتب‌ها کمیسیون عاید به قبول کتاب‌ها تشکیل شده. وظیفه اساسی آنها کتاب‌های درس را تا سر شدن سال خوانش از نظارت می‌گذارند. عاید این کمبودی‌ها دلالتنامه ها را به مکتب‌ها به شعبه تعلیم توصیه می‌دهند. شعبه تعلیم به صدارت تعلیم خلقی و صدارت تعلیم خلقی به وزارت تعلیم خلقی و مرکزی متدی ریسپوبلیکا عاید کمبودی‌ها و توصیه خود را پیشنهاد می‌کنند که این منبع برای در کتاب‌ها کمبودی نشدنش به اعتبار گرفته می‌شود. این سال مکتب را چند نفر ختم کردند و چند نفر آنها به مکتب‌های عالی حجت سپاریدند؟ درست گفتید، در حقیقت حاضر وقتی میباشد که ختم کنندگان به مکتب‌های عالی حجت‌های خود را سپرده ایستادند. امسال سال خوانش 2019 و 2020 رو مثل 55 نفر از صنف 11 ختم نمودند که از آنها 22 نفرشون مدال طلا گرفتند. این یک موفقیت جمع 53 نفر با مدال مکتب رو ختم نمودند و امروز تا حال از ختم کنندگان سال پیش و سال خوانشی که جنبست کردیم 1768 نفر داوطلبان برای دانشی شدن به شعبه غایبانه و روزانه حجت‌های خود را با طریق فاصلوی و از طرف مرکز دولتی خدمت دولتی ناحیه سپردم. اونا به مکتب‌ها فن تربیه نیز جاری کرده می شود گفتند. می‌خواستیم اوید همین فن نیز پرتر معلومات می‌دادید. البته
дар системи пештара дар синфҳои якум чор одобнома, дар синфҳои болои эҳсоси ватан, асосҳои маънавият ва ғояи истиқлоли миллӣ ҷорӣ шуда буд. ба ҷои ҳамаи ин фанҳо аз синфҳои якум то 11 фанни нав бо номи тарбия ҷорӣ карда шуд, ки барои ин Девони вазирони Республикаи Ӯзбекистон 6 июли соли 2020 таҳти рақами 322 оиди ҷорӣ намудани фанни тарбия қарор қабул кард. афзалияти ин дар чист аз фанҳои дигар? афзалият дар он аст, ки мақсади асосии он хусусияти синнусолӣ ва психологии хонандагонро ба эътибор гирифта, қадрияти умумии инсониро ба ҳисоб гирифта ва дар рӯҳии маънавияти воло тарбия намудани хонандагони ватандӯст ва инсонпарвар мебошад, ки инҷо дар зери ин қарори нав дар ҳамаи мактабҳо корҳои маънавӣ ва тарбиявӣ аз рӯи ғояи нав ташкил карда мешавад. раҳмат. ва дар инҷо албатта муовини ҳокими ноҳияи Суғ доир ба масъалаҳои ҷавонон бобо Содиқ Латипов низ ҳузур доранд ва саволи мо ба шумо ҳамин аст, ки мана таҳти раҳбарии сарвазир вакилони ҳукумат ба ноҳия омаданд ва онҳо маълум карданд, ки ба ҷавонони ноҳияи Суғ якчанд имтиёзу имкониятҳо дода мешавад. акнун این کدام امتیاز کدام امکانیت است در همین خصوص نقل می‌کنم. چرا که سربازان آمدن در اساس درخواست جوانان و خلق سوخ امروز قبول در خود سوخ گذرانده می شود. جوانان می توانند تست قبولی رو در ناحیه، در مرکز ناحیه، در مکتب سپورتی سپارند. برای مکتب‌های عالی. برای مکتب‌های عالی. دیگر یک واقعه تاریخی که این یکمین بار در تاریخ ازبکستان شده است با زبان تاجیکی سپردن امتحان‌ها. این هم یک امتیاز است که برای جوانان بواسطه جوانان سوخ تشکیل کرده شده است. امروز در بین مردم خیلی گپ‌ها هست که روی خط بگرفتن در مرکز جوانان در حاکمیت روی خط بگرفتن، خیلی گپ‌های بی‌معنی است. این بی اساس است. من با کارمندان مرکز تستی صحبت کردم. این وظیفه با وزارت مکتب‌های عالی گذاشته شده است. جوانان حجت‌ها را می‌سپارند، تست را می‌سپارند و در آخرش برای جوانان سوخ علاوه کمیسیا تشکیل کرده می شود و آنهایی که من مثال کردم با اینستیتوت طبیات اگر 25 تا جا داده باشد 100 نفر سپارند، آنهایی میگذارند که بالشون بلند باشد از روی بال کوتا، همون کوتا هم جوانی که از روی بالشون قبول کرده میشه. مثال من یا ساحه تعلیم بگیرید یا ساحه خواجگی قشلاق یا ساحه کشاورزی، من اینجا ما هم در اساس دادگی کوتا احتیاج ناحیه با متخصص آموخته برآمده با ما با کدام ساحه چند تا متخصص لازم است. همه احتیاج‌های آموخته با وزارت مکتب‌های عالی و مرکز تستی سپردیم. انا آموخته میبرم و جوانانی که رفته امتحانشون میسپارند در کمیسیه مندتی البته بله آنها به حساب گرفته میشود. اینجا تنش شناسایی دیگر گپا نیست. این یگان تاش در ناحیه حل نمیشد. مخصوص کمیسیه ریسپوبلیکوی در مرکز تستی در وزارت مکتب‌های عالی نسبت بله گرفته شون. این یکی از امکانات‌ها برای جوانان سوخ میباشد. بیشتر در کدام ساحه‌ها احتیاج به کادر هست؟ من وزیر گفتید که آموخته برآمدیم پرورا. بیشتر به کدام ساحه در ناحیه من حاضر معلومات استاد از منبع ما تمام متخصص‌های جلب کردیم. ما با امروز 25 نفر وراچ‌ها یعنی دکترایی که در همون شفاخانه ما نمیرسند. در ساحه تعلیم 45 نفر از روی 21 فن هم معلومه نمیرسته که هم ماشون کوتا در آورده ما احتیاج دادیم. این احتیاج گفتگی در اونجا فامیلیا نیست. همین خیلی نافهمایی ها استاد است که گویا اینا حاکمیت یا شعبه تعلیم حل نمیکند این چیزا. همین نسبت همین احتیاج بعد کوتا داده میشه و همین ساحه ها. رقم های احتیاج ما دادیم مرکز با از روی بالشون جوانان قبول کرده میشه. البته این همون 500 کوته که از طرف رهبر دولت برای جوانان ناحیه سوخ داده شده است. درست سوال دادید. من اکثر باید به همه پدر و مادر خلق فهمانم که این 500 کوتا گفتگیش این امتیاز است. امتیاز برای فقط جوانان سوخ که در سوخ استعمال میکنند. پر این داده می شود. فقط یک تا معما است که جوانان ما باید فعال اشتراک کرده همون بالا گرفته توانند. من مینیمال بال گرفتم اگر از 68 بار بالا، لیکن اونجا بال بلندتر باشد و تا 68 نمی بیاد. این 68 بار گرفتگی قبول گفتگی گپ نیست. اگر بال بلند گرفتگی باشد هم اول بال بلند گرفتگی قبول میشه.
اینجا دیگر یگان خیر راهش نیست، فقط در پیش خلق در تخته‌های اعلان میبرد، همه رفته میتونن بینن اونجا، همه کشود روشن شفاف گذرانده میشه. مرکزی تست حل میکند بر مرکزی نتیجه تست و نه بلکه در ناحیه عالی، وزارت مکتب چون که در پروتکل پرزیدنت آموها اقتدار کشیدگی همون حل میکنن. واقعا امروز مسئله جوانان این به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است. در ازبکستان اعتبار به جوانان خیلی کلان است، چون که آینده مملکت بی‌واسطه به نسل امروز وابستگی قوی دارد. وقتی که پرزیدنت ما 6 ایون اینجا اومده قبول گذراندن، فرقانه با واخوری با فعالات شد، ما هم اشتراک کردیم. همونجا تمام امکانات ها برای جوانان تیار، تمام درگاه و درهای مکتب های عالی شده، فقط از این استفاده برده، همین تست ها رفتن فعال شده، بله بلند گرفتن شرط. دانش باید باشه. البته من فکر میکنم که جوانای ما البته میگیرن و ما البته 500 کوت صاحبه میکنیم، چون که جوانای دانشمند، جوانایی که اقتدارناک هستند در ناحیه ما جدا بسیار. ما امروز صحبت کردیم، من مکتب ها رفته معلم کرده خاطر با جوانا واخوری کردیم، جوانای ما بسیار حرکتچند، بسیار تیاری دست دادیم. من مکتب های رپتیتوری تشکیل کردن، معلم ها همشون بچه‌ها سبق داشتن، درس های علاوه گذروندن، حتی با واسطه آنلاین خطی هم سوال جوابش دست داده است. این نسل تشکیل شدگی. فقط من تمام جوانان هم التماس میکنم، هم آمد میخواهم که همون 500 کوتا گرفتننده البته صاحب کتمانه. یعنی 500 کوتا البته داده می شود و آن سخنهایی که مردم میگویند بی اساس است. و در همینجا باز یک سوال به شما دادم، شما یک چند سال در ساختار تعلیم ثمرناک فعالیت بردید، عموما برای بلند برداشتن باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت در ناحیه سوخ با کدام چیزها اعتبار داد؟ پیش از همه معلم‌ها باید فدایی باشن، کسب خود را دوست دارن. من حاضر با تشبث معلم ما روی خط کردن دادیم، ما امروز خدا رهایی کشاد نصیب باشد تمام معلمای اینستیتوت تکمیل اختصاص آورده کورس‌های تکمیل خودی همین صحبت تشکیل میکنیم. معلم‌ها باید خودآموزی کنن، اول خودشون کار کنن. تمام نویگرها اصلاحات‌هایی که تعلیمش دست داده است همینا آموخته، واسطه ما کامپیوتری دیگه مسئله ها، ما سیستم آنلاین درست راه موندن نکرد. بیشتر اول خودمون کار کنیم، خودآموزی کنیم، همه اصلاحات‌ها که ما باید همقدم باشیم. اصلاحات‌های آموزیم و درس‌ها صفتناک تشکیل کرده شود. من از مکتب‌های ناحیه و کامپیوترها وارد استادیان، دستگاه‌های الکترونیکی وارد استادیان، جهاز من با دستور پر آمدم، مکتب‌های مثال مخصوص برای سوق دستور تشکیل شد که این سومش واسه چند 1 تریلیون رو تشکیل میکنه. فقط با ساختار هم تعلیم تمام مثلا با طبیات، من سوهای راه، من راه‌ها تعمیرش استفاده است، سوهای الکتریک و برق ساخت، همه صاحب کار رفت سوق. این در اساسی هم نامتی به ساحه تعلیم هم علاوه اعتبار، علاوه دستور، علاوه مبلغ ها جدا شده که ما باید استفاده برده، هم صفت تعلیم ناز نکنیم، امروز طلب جوانان نمیتونه. البته این کارها مدت دارند، امروز و پگاه پر را به عمل تطبیق کرده نمیشوند. درست؟ من بسیار درست گفتید. امروز با هم بعضی جوانان صحبت میکنیم، من اینجا با این کار تشکیل شد، اینجا با نشستاس و این زینه با زینه در اساس دستور، این دستور 3 ساله است. همه مبلغ با 3 سال تقسیم شده در دوام 3 سال. البته با تمام محله ها، با تمام مکتب، یگان مکتب نمیموند که دستور نداره. من هم معلم کردش دستور کردم، تمام مکتب های حالتش به دیده سال مسال مونده برآمده، مبلغش مونده دادم. من همین روزا تصدیق میشد. البته این کارا به آخر میرسونیم، چون که اعتبار پرزیدنت، اعتبار دولت، من حاکم ولایت دائم هم تلفن دائم سوق در نظارت است. برای آینده سوق، برای ترقی دادن نه فقط تعلیم، تمام ساحه‌های اجتماعی اقتصادی، همه صاحب کارها را افزوده است. خدا خواهد نصیب باشد تا نتیجهش می‌بینیم. من وزیر در بالا گفتید که آموزگاران باید از بالای خود کار کنند، آموزند، پیوسته آموزند، چون که میگویند که از گهوارت تا قبر علم آموز شاید. در همین مورد با گفته پرزیدنت با رپتیتور احتیاج نماند. درست گفتید. ولی رپتیتور در مکتب باید، اما خود مکتب شما از روی دستور دولت استاندارد دولتی اگر آموزن یگان خیلی احتیاج نمیمونه. همین طلب‌هایی که مینیمال میگویند، طلب‌های استانداردی اگر پر همینا آموزد، اون تستش هم همین است، قبول با همین چیزا میبیاد، دیگه چیز نمیبیاد. و از فرصت استفاده کنم با چیز رو گفتنی اما امروز 63 نفر جوانای ما در مکتب‌های خارجی تحصیل کرده، دیپلم گرفتگی، مسئله نصرفیکاسیون بسیار سوال داشتیم. من هم مراجعه کردنیم که امروز قبول رفته استفاده است، همون خدمت دولتی با
حجتاشون تستر زودتر سپارن. ما مرکزی همین تا اینسپکسیون تعلیم ریسپوبلیکا به خط دادیم از نام حاکم و یا روزه دادن حجت‌های قبول کردن انجام کنیم. اینو اونجا نرفته متخصص اینسپکسیون مرکزی اومده در سوق و ناسفیکاسیون تشکیل میشه. دیپلم‌های و ناسفیکاسیون اینا همه و ما احساس کردیم ما کاربرد همه میکنیم. در همین جا ناسفیکاسیون کرده میشه با آورگری با سرسونی ها رو. و من با یک چیز نقشید که معلم در مکتب 11 ختم کننده های کالج هوکی و هر خیلی سبب های بیماری یا در خدمت بودگی دیگه دیپلم نگرفتگی جوانه هم هستن. اگر خطا نکنم 213 نفر جوانه بودن 44 نفرشون حجت سپرده امتحان سپرده من امسال صاحب اتستاد میگردن. من التماس میکردم که اومدم شعبه تعلیم به حجتاشون سپارن چی که معلومات بشه ما اومده مراجعت کنن. تمام امکانیات ها از طرف دولت شده که برای این مناداری کردن اومده کار. دولت ما پرزیدنت ما رحمت تمام رهبرای ولایت بر رحمت که دوی ما از ما خبر میگیرن و همین اصلاحاتی که ازبکستان ما شده استاده است در مملکت ما همش در سوخ هم شده است. فقط ما فعال شده همین جریان ما در اومده مراجعت کنن حجت سپارن ما التماس میکنیم. تمام التماسات ما رهبرای ریسپوبلیکا همشون قبول کردن. چی ساحه طبیات چه تعلیم چه نسلفیکاسیون چه دیگه همش قبول کردیم. ما هم سوخ به خودمون با تشکیل کردیم. البته درست گفتید هر یک تشبوسی رهبری دولت به حدودهای دوردست همچون آبی حیات آمده میرسد و در همینجا باز یک سوال پیدا شد. دیروز در ویدیو سلکت رهبری دولت عاید از سین مکتبی آغاز کرده آموزانیدن کسب به جوانان امروزه نقل کردن. میخواستیم مدیر شعبه تعلیم خلق در همین خصوص ایستاده میگذاشتم. نظارت محترم پرزیدنت ما میبشن چون که این تشبوس خودی سرور دولت به میان گذاشتن و در یک وقت سرور دولت گفتن که از صنف‌های پس سرکرده با انتخاب کسب اعتبار خاص دادن لازم. پس از مکتب تمام کردن خواننده ها دارای این یا اون کسب نشون دکن. بغیر از این با آنها همه امکانات ها برای داخل شدن با مکتب های عالی امتیاز داده می شود یا که اجازه داده می شود. برای آنها راه های همه مکتب های عالی گشوده می شود. و در همینجا قید می نمایم که اکنون معلمان هر روز درباره خود کار کردنشون در ساحه اجتماعی ترمو اینترنت فیسبوک میگیم بعضی فکرهای خونده کس به حیرت میآید. برای چی به حیرت میآید؟ اون شخصی که همون کسب آموزگاری را انتخاب کرد هر روز باید در بالای خود کار کند، کتاب بعدی خوند، کتاب‌های نوی که ساحه خود به وجود میاد، مثلا اینفرماتیک و تاریخ و از آن کتاب‌ها با خبر شود. چون که پرزیدنت ما با خواندن کتاب اعتبار خاص داده ایستادن. هر اون کس که اگر از خوانش خود را باز می‌دارد باید نوگانه‌هایی که در جمعیت و در دولت میشد از آن بیخبر میماند و شاگردان آنها در رفت جریان تعلیم یا که در رفت کارهای تربیوی یا که صحبت دوره یا که تشکیل این یا آن بازی‌های شوق‌ناک تعلیمی با آنها در این جهت سوال داده از استاد خود جواب‌های تصدیق کننده رو گرفتنشون شرط و ضرور است. بنابراین من میخواستم که در ناحیه سوخ به این اعتبار خاص داده شود. من روز گذشته با تشبوس پرزیدنتمون در هر یک ناحیه تشکیلی مکتب‌های مرکز کسب و هنر برای گذاشت و در ناحیه سوخ من این اگر تیار کرده میشه من دیروز حاکم ناحیه هم جای تشکیل کردن این مکتب رو با میان گذاشتم. این معنی اون رو دارد که اگر همین خیلی مرکز کشیده شد قریب 50 نفر جوانو با کار تامین کرده میشد. این هم با یک جوان 40 هنر کم هستن که بنابر کسب و آموزش در مکتب‌های کسب و هنری چه خیلی می‌آموزن خوانندگان مکتب بعد درسی مکتب با اونجا میرن چه خیلی؟ البته این به نظام دولتی کار کرده برام شده است. پس از کار کرده برام نظام دولتی و در هر یک ناحیه در شعبه تعلیم و صدارت تعلیم خلقی ولایت با یک جایگی صدارت تعلیم کسب هنری ولایت این چیز رفتی محکمه میشن پس از نظام تصدیق شدن و ترتیب‌هایش معین میشن این به نقشه گرفته میشه. همین رو علاوه کردن میباشم که همدیاران محترم پدر و مادران خوانندگان و ختم کنندگان برای قبول تا سنه 20 تا ساعت 12 شب از طرف مرکز دولت خدمتی و فاصلوی حجتتون رو با مکتب‌های عالی سپرده میتونید. شکرانه حیات برای همه ما لازم است
وقتی که هر یک آدم از حیات خود شکرانه میگوید، البته در پیشرفت آینده حیات شخصی است و حیات دولتی آمد رو دیده میتون. به همه جوانان ناهید سوخ آمد و برار میتون. رحمت البته درست گفته، شکر نعمت را افزون میکند. میگویم بزرگان که این حق است و راست و باور داریم که تماشابینان عزیز از صحبت شما خلاصه های ضروری گرفتند و معلومات های ضروری صاحب گشتند. بار دیگر به استودیوی تلویزیونی سوخ خوش آمدید. بینندگان عزیز، چون دیدید و شنیدید برای جوانان ناحیه سوخ یک چند امتیازها فراهم آورده شده است و این از یک چیز دلالت می‌دهد. سوخ همیشه در پیش نظر حکومت و رهبری دولت میباشد و چون در بالا گفتیم هر یک تشبس‌های رهبری دولت به ناحیه سوخ همچون آب حیات آمده میرسد. برنامه‌های ما دوام دارد، ما را ترک نکنید.